امروز آب بانسیم داریم از شرکت پیلاری. همسر من رفته بود مأموریت، یعنی یه کارخونه آرایشی بهداشتی رفته بود توی قم سلفچگان. خب اونا شرکتش آرایشی بهداشتیه. نشون بدم اینا لطف کردن به ما هدیه دادن. حالا با میکنیم ببینیم چیه. این اولین محصولشونه. نه اینه. خب هند کریم، برای کرم دسته برای استفاده روزانه. برای حالا بیا دفعه از گوشی هم استفاده میکنیم. در بیاریم با اطلاعات کامل از این بعد به شما بگم چیه. دارم از کجا میخونم؟ دیجیکالا. اینه. او قیمتش 440 تومنه تو دیجیکالا. همین 150 میله. آره 440 تومنه تو دیجیکالا. حالا برای چه هستش رو الان براتون میخونیم. او از ایناست. تحت لیسانس است. میشه کشور مبدأش اسپانیا میشه. کرم دست نرم کننده آبرسان پوست دست و ناخونه. این کشور مبدأش هم اسپانیاست. جوله. خب حالا ببریم نظرات رو بخونیم. چیا نوشتن؟ مثلا 12 آذر 1402 نوشتن کرم خیلی خوبیه، من چند سال ازش استفاده میکنم، پوستم به شدت حساس و خشکه، اگه این کرمو نزنم دستم خشک میشه. یکی دیگه نوشته کرم دست پیلاری سفارش داده بودم با قیمت 500 خورده ای، به جاش 40 شد. نه ببخشید نخون. کرم فوق العاده ای است، جوانسازه، وقتی میزنی تا ساعتها پوست دست آبرسانی میشه، زود جذب چرب نیست. من خیلی دوستش دارم، تا حالا 3 دفعه استفاده کردم تموم شد. اینو گفتن دوستان. اینه نمیدونستم. آره اینجا هم نمیشه اسپی، اصلا دقت نکردم. اینو بهتون بگم، سلفچگان قم منطقه آزاد محسوب میشه، مثل منطقه آزاد انزلی خودمون. اونجا که هر کارخونه هستش تحت لیسانس هست. یعنی چی؟ یکی در میزنه. سلامی، دوباره درمون زدم رفتم. الان دقیقاً 1 ساعت شده از اون موقع که داشتم فیلم میگرفتم. یعنی رفتم بیرون اومدم دارم ادامه رو میگیرم. اینی که گفتیم به شما درسته؟ قیمتش هم گفتم. حالا بریم محصول بعدی. محصول بعدی میشه این. حالا این نوشته روش چی؟ سکراب ژل، یعنی بگم ژل شستشوی صورت. نوشته روش هم نوشته لاکچری برند. خب حالا میریم تو گوگل سرچ میکنیم، ببینیم چی هست چی نیست، نظرات مردم نسبت بهش چیه. خب تو دیجیکالا رفتم دوباره. اینا سعی میکنم دیجیکالا رو بخونم که نظراتم ببینیم. قیمتش هست 470 تومن. خب ژل لایه بردار صورت و بدنه. بله. کاربرد برای صورت بدن، دارای عصاره است، نرم کننده و مرطوب کننده و لایه برداره. خب حالا نظرات رو بخونیم. 15 خرداد 1404 کسی که اینو خریده نوشته توی محصولات ایرانی محصول قابل قبولیه. همین. یکی دیگه هم از همون داریم دوباره. این بله. بعد میرسیم به این بله. اینه سرج از این بیلی بلک ها داره. اینجاش بار میکنیم. اینجوریه. پیس پیس میکنیم از جا فوم میاد بیرون. خیلی دوست دارم. اینا تموم میشه این بیل بلک هاشو باز نگه میدارم من همیشه. مریضم. این
دوباره همون فراسوی طب زیباست شرکتش، همه یه شرکته، یه شرکت تولیدی تو ایرانه، یعنی که تحت لیسانس است. تحت لیسانس ها یعنی این محصول فرموله و موادش از کشور اصلی میاد، ولی تو ایران این درست میشه، فرموله و مواد اصلیش میاد ایران، درست میشه، بسته بندی میشه و پخش میشه، یعنی چیزی فرقی نمیکنه با اون چیزی که تو اون کشور هست. و از جالب ترم بهتون بگم که حتی بعضی اوقات همین هم صادر میشه، وقتی تو منطقه آزاد باشه اینا هم صادر میشه، یعنی صادراتی هم. به خاطر همین هیچ چیز فارسی روش نمیبینید، اینا نگاه کنید، هیچ چیز فارسی روش نیست، حتی رو جعبه هاشون. قیمت این قیمتش 442 تومنه. فرم شستشوی صورت ویتامین C پیلاریه، یک شوینده صورت و پاک کننده برای زدودن آلودگی های صورته. این فرم با داشتن آنتی اکسیدان قوی به نام ویتامین C پوست رو روشن میکنه، جوانساز میکنه. همچنین با حفظ رطوبت پوست و جوان و زیبا به شما هدیه میده. کشورش هم زده اسپانیا. نکن توی تورو الان اکثرا داشت با سایت ها، ولی الان مثلا من دارم اینو سرچ میکنم کنی خیلی در موردش صحبت شده، مثلا اونایی که پاکسازی صورت میکنن و اینا. حالا بریم محصول بعدی. دو تا چیز مونده، دو تا چیز هم در میارم من از توش، اونها خالی بشه. اول اینه کوچولو موچولو است، اینم پشتشه. لاچینگ کرم روشن کننده پوست خیلی کوچولوه، میبینی؟ حالا ببین سرچش کنیم ببینیم ماجراش چیه. حالا ریچموند این کرم رو من هر چی سرچ میکنم تو گوگل نمیاره، حالا شاید مثلا پکیجینگ جدیدشون باشه که نیست، ولی هول هوش قیمتش همین 15 میلش هست، نزدیک 300,000 تومان. روش نوشته کرم صورت روشن کننده صورته، از ریچموند و برای همه پوست هاست. حالا اینم قشنگ از رو براتون بخونم. محو کننده و کاهش دهنده است. لکه های تیره، پیری، ککمک، ملامو، نمیدونم چیه اینا، برای اینه تغییر رنگ پوسته. نوشته اگر اینو میزنید بعدش کرم ضد آفتاب بزنید. اینو خب حالا اینو گرفتیم، من پیدا نکردم بتونم نظراتشو بخونم مثل اون یکی. حالا این یکی هم بکنم، اینو قشنگ دفعه قبلی بهتون معرفی کرده بودم، تو یکی از ویدیوهام این هست اگر یادتون باشه، ولی دوباره این دفعه چون میخوام با نظرات بخونم دوباره بهتون نشون بدم این دفعه اینجوری. خب تو دیجیکالا این محصول هست، لوسیون بازسازی کننده ویرا استیک. آره ویرا استیک صلی علی محمد، بازم نتونستم بگم. خب دقیقا همینه، برای بهبود زخم و خراش و سوختگی های پوست و کلاژن سازه استفاده میشه، درمان سوختگی و لکش. آقا این نیست بگم، مسعود همسرم اینجای ابروش دقیقا آره دارکولا زده و علامتش مونده. من اینو عکس میگیرم از روی تیکش، اینو امتحان یک ماه امتحان میکنم، یک ماه امتحان میکنم، قبل و بعدش رو براتون بعدا توی یه ویدیو دیگه میذارم. خوبه؟ خب نظرات 4 خرداد یکی نوشته چند روزه دارم استفاده میکنم، راضیم، من یک آبرسان از این محصول دارم، خیلی راضیم، نسبت به قیمتش خیلی خوبه و چرب نمیشه. این ترمیم کننده رو بر سوختگی و آفتاب سوختگی زدم، عالی بود.
یکی دیگه نوشته کی نوشته؟ تیر ماه سال پیش نوشته. کلا راضی بودن همه، چیزی که اینجا خورده همه راضی بودن. قیمتش هم بود 309 تومن. ممنون از که شرکت واسه از رو بخونم. روی نوشته دوستان ممنون از شرکت فراسوی طب زیبا که لطف کردن این بستر دادم به همسرم. هرچند خودشون نمیدونم من دارم اینو آنباکسینگ میکنم میذارم تو اینجا، دستشون درد نکنه. رو هم رفته از همه این محصولات و کالا همه راضی بودن، استفاده کردن و پیشنهاد دادن. حالا من اون یه دونم تست میکنم برای شما میذارم در آینده. دوستتون دارم، مرسی که تا الان با من بودین. خدا نگهدار.